سلام بچه‌ها، خوب هستین؟ حالتون چطوره؟ من امروز بعدم بهتون آموزش بدم که چجوری بتونیم در اولین ضربه از گردونه گان میتیک یا گان لژندری دریافت کنیم. برای این کار کافیه که وارد گردونه مورد نظرتون بشید و من خودم با این روش تونستم با اولین ضربه اسکین گردونه ایکس میتیک رو در بیارم و این روش بهم نتیجه داد و حالا میخوام این باگ گردونه را به شما یاد بدم تا شما هم بتونید دریافتش کنید. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید از سمتی شروع کنیم که اسکین گردونه هستش. یعنی اگر اسکین گردونه در سمت راست هستش از سمت راست شروع میکنیم و اگر در سمت چپ هستش از سمت چپ. خب حالا باید رو سمتی که اسکین گردونه هست روی اولین آیکونش ضربه میزنیم و به صورت ضربه میایم به این شکل 1 2 3 4 و بعدش به صورت مستطیل 1 2 3 4 و بعدش اسکین گردونه و گان متیک و بعدش هم گردونه رو میزنید و تمام. شما میتونید به احتمال 80% گان متیک یا اسکین گردونه رو دریافت کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید و ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگوار میسپارم. خدا نگهدار.